حیات و فعالیت فرزندان بزرگ ملت، قهرمانان تاجیکستان برای نسل امروز و آینده تمثال برجسته پیروی و عبرت‌آموزی است. جهت شایسته استقبال گرفتن جشن تاریخی 25 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، ریاست دانشگاه شروع از ابتدای سال تحصیلی نو ماهنامه قهرمان تاجیکستان را ادامه بخشید. طبق لایحه ماهنامه قهرمان تاجیکستان در موضوع پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان قهرمان تاجیکستان ادامه یافت. گزارش ما در این خصوص. طبق لایحه در سال خانشی سپری شده راجع به حیات و فعالیت قهرمانان تاجیکستان صدرالدین عینی، میرزا ترسونزاده، بابوجان غفورов ماهنامه قهرمانی تاجیکستان در روحیه خوب خاطرمان تشکیل و برگزار گردیدند. در دایره ماهنامه قهرمانی تاجیکستان امامعلی رحمان در دانشگاه، فاکولتت و کافدراها سلسله چاره‌بینی‌های علمی و معرفتی دایر گردیدند. طبق نقشه کاری لایحه ماهنامه قهرمانی تاجیکستان دوام ماه سپری شده در فاکولتت سیاستشناسی و مناسبت‌های بین‌الخلقی در موضوع امامعلی رحمان پیشوای ملت و سیاستمدار بی‌نظیر، فاکولتت اینوواسیا و تلکومونیکاسیا تحت عنوان نقش امامعلی رحمان در رشد علم و تکنیک جمهوری تاجیکستان، فاکولتت حقوق شناسی کنفرانسیا تحت عنوان مقام پیشوای ملت در تحکیم سیاست خارجی تاجیکستان، فاکولتت مالیات در موضوع امامعلی رحمان و مسائل خودشناسی ملی، فاکولتت به حسابگیری و انداز دایره موضوع امامعلی رحمان عالم و مورخ بی‌نظیر تاجیک در ارتباط با پهلوهای سرجبهه حیات و فعالیت عبرت‌آموز فرزانه ملت محترم امامعلی رحمان همایش‌های علمی صورت گرفتند. معروضه‌های علمی پیرامون مسائل امامعلی رحمان، اساسگذار صلح و وحدت ملی، مکتب دیپلماتی امامعلی رحمان و وحدت ملی، سهم امامعلی رحمان در انکشاف حقوق صاحبکاری، نقش پیشوای ملت در پایه‌گذاری استقلالیت استواری تاجیکستان، رشد فرهنگ تکنیکی در بلند برداشتن صفت تعلیم، رشد علم و تکنیک در سالهای استقلالیت و غیرها جریان گرفتند. یکی از خدمات‌های برجسته البته همین شما می‌بینید این آغاز بخشیدن بر مهندسی آغاز بخشیدن و به دست آوردن وحدت ملی شد که مرحله بسیار دوردراز و مرحله بسیار مرکب رو در بر خدمت برجسته، خدمت بی‌نظیر پیشوای ملت شد. خدمت دیگری برجسته صدر دولت این البته احیای خودشناسی ملی، توجه به تمدن قدیم و عصرمیانگی تاجیک، احیای خودشناسی ملی. نمایش اثرهای پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، بازبینی مصوره‌ها و اسلایدهای جالب، مطبوعات دوری، کتاب‌های عالمان و ادیبان در خصوص حیات و فعالیت عبرت‌آموز سرور دولت در خاطر اشتراکداران این چاره‌بینی‌های علمی نقش مؤثر باقی گذاشتند. طبق نقشه ماهنامه قهرمانی تاجیکستان در دانشگاه در سطح بلند برگزار و جنببست گردیده، هدف از عملی سازی این اقدام‌ها در نهاد شاگردان تربیت نمودن حس خودشناسی و خودآگاهی ملی، شناسایی با کار و پیکار چهره‌های نمایان ملت، عبرت‌اندوزی از حیات قهرمانان محسوب می‌یابد. قابل قید است که از سال گذشته در دانشگاه دولتی حقوق، بیزنس و سیاسی تاجیکستان عنعنه نوی جاری شده است و نقشه مشخص تهیه گردیده است که طبق آن هر ماه یکی از حیات، فعالیت و کاروبار عبرت بخش یکی از قهرمانان تاجیکستان در بین دانشجویان ترغیب می‌گردد و ما سال گذشته درباره حیات و فعالیت صدرالدین عینی قهرمان تاجیکستان، قهرمان دیگری جمهوری همان علامه بابوجان غفورov بسیار چاره‌بینی‌ها، تدبیرهای مشخص اندیشیده در بین دانشجویان، در بین استادان با نفوذ دانشگاه